بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله امیدوارم که تمام شما بخیر باشید. الحمد لله امروز درسی 49 ماست و در این درس کتاب الصوم را آغاز میکنیم. نیت من همین است که در 10 درسی آینده این کتاب را ان شاء الله یا این 3 ابواب را یا 3 کتب را به انتها رسانیم، یعنی که تا آخر اعتکاف تمام کنیم انشاءالله. و یعنی که در هر یک درس ما باید کوشش کنیم که از 2 صحیفه گذاریم. چقدر بفهمونم به حد نقطه هایی که پیش می شود، یعنی به مغز من، به کلای من چندین تو دیگر تفصیلات رو می آورد و از سببی که شما برای اون که یک مسئله با پرگی فهمیده شود ساعت ها در کار هست که یک مسئله را از جهتی هم دلیل باید بفهمانم، هم از جهتی منطقی بفهمانم، هم مثال ها رو بدهم و دیگر سوال ها خلق می شود، اما این ناممکن هست. برای همین ما باید به تدریج پیش رویم، چون که شما نوآموز هستید. حاضر خوب می شود که مسئله ها رو خودی خلاصه مسئله ها رو بفهمید و من کم ترک شرح می دهم، کم ترک بعضی نقطه ها رو واضح می کنم و چون چرا و دیگر مسائل ها یا اینکه دیگر سوال هایی که پیش می شود و خلق می شود اینها رو به کتاب های بعدی گذارید ان شاء الله. و اگر نه من نمی توانم که حقی این متن را و این سوال ها رو و این مسئله ها رو پوره کنم، چون که برای فهماندن تنها یک صحیفه یا یک مسئله، یک جمله، بعضی وقت من نیاز دارم به 10-15 دقیقه. برای همین بیگان خیل تعطیل کوشش میکنیم که این 2 صحیفه را در من نیم ساعت راستش رو گویم جواب دارم، شاید 40 دقیقه 45 دقیقه رو بگیرم، شاید بشود و کوشش میکنیم که همین در هر درس 2 صحیفه در نیم ساعت 40 دقیقه تمام کنیم. بسم الله. مؤلف میگوید کتاب الصوم یعنی کتاب صوم روزه. اولا تعریفی صوم را بیان میکند که خودی روزه گرفتن یعنی چی. هو الامساك نهارا عن ادخال شيء عمدا او خطأ بطنا او ما له حكم الباطن وعن شهوة الفرج بنية من اهله. این است تعریفی الصوم. من در اینجا یک بار کوشش کنم نوشتن ممکن هست یا نه، چون که در لپتاپ هستم کم ترک نوشتن در اینجا. التعریف. خب من با انگشت هانم می نویسم در اینجا، انقدر خوب چخلی که می فهمید نوشتن آسان نیست در اکران به قلم. التعریف. خب این شد التعریف و بعضا این رو گفته می شود الحد. خب این است التعریف، برنگی زرد که در اینجا من خط کشیدم. اولا ما باید تعریفی روزه رو خوب درک نماییم. من ترجمه اول میکنم، بعد هر یک قسمتش رو شکسته شرح میدهم. الصوم یا اینکه روزه آن است که شخص روزانه با نیت از کسی که اهل نیت هست خود را از داخل کردن چیزی قصدن یا خطاً به درون بدن یا به جایی که در حکم درون بدن است و همچنین از شهوت فرج باز دارد یا نگاه دارد. اکنون من ترجمه رو لفظ به لفظ میکنم، متوجه شوید. خب هو الامساک نهارا. هو الامساک نهارا، او را گفته می شود امساک یعنی بازداری، خودداری از طرف روز، عن ادخال از درون کردن شی یا چیزی، خواه عمدن یعنی قصدن باشد یا خطاً باشد. خب در اینجا خب بطنن در درونی، بطن یعنی در درونی جوف یا اینکه در درونی، یعنی این رو شکم اگر نگوید خوبتر میشه، چون که خب شکم هم میتوانیم بگوییم یعنی معده یا شکم، اما در اینجا دویم چیز هم داخل می شود، جایهای یا مکانهای بدن که در حکم باطن حساب می شود. خب به درونی بدن یا در معده یا در درون آن چیزی که برایش حکم معده هست یا حکم درون هست، یا همین خیل باطن یا درون گوید، این هم درست هست، یعنی عمومی تر کرده می گوییم. خب و این چونین خودداری کردن از شهوت فرج شرمگاه با نیت، یعنی این خیلی ناخواست نباشد که یگان کس مثلا از سحر تا بیگاه خواب کرد و ناخواست فراموش کرد که بخورد
و نیت هم نداشت و این شد روزه. نه، باید نیت داشته باشد. من اهلی، از کسانی که اهلش حساب می شوند، از صاحبان نیت، یعنی کسی که برایش روزه گرفتن روا هست. خب اکنون من این بود ترجمه دوم. اکنون برای شما شرح می دهم. قول مؤلف الامساک نهارا، یعنی خودداری کردن در وقت روز. مراد از روز در اینجا از طلوع فجر صادق تا غروب آفتاب هست. از طلوع الفجر الصادق، من برای شما در وقوت الصلاة یا در وقتهای نماز فهمونده بودم الفجر الصادق یا الصبح الصادق و الصبح الكاذب یا الفجر الكاذب یعنی چی. در آنجا من فهمونده بودم، پس در اینجا و تفصیلات داخل نمیشه. یعنی از اولی نمازی فجر تا غروبی آفتاب، یعنی تا نمازی مغرب. خب عن ادخال شیء، از داخل کردن چیزی، یعنی از رسانیدن هر چیزی که باشد به داخل. این چیز میتواند یا غذا باشد یا غیر از غذا. در این البته علما اختلاف میکنن که سنگ و خاک و غیره آیا یعنی چی حساب میشود، روزه رو میشکند اگر به معده رسد یا به جوف البدن، اگر به جوف انسان رسد آیا روزه رو میشکند یا نه. هر دوی قول در این مسئله هم وجود دارد. البته من این طرف و طرف رفتستم، نمیخوام که به هر یک مسئله کوچک داخل شوم چون که شما پراکنده میشوید. برای همین قدر میگویم که در این مسئله که آیا شرط هست که آن چیزی که درون میرود غذا باشد یا نه، در این هر دوی قول وجود دارد. بعضی علما میگویند که بله، باید تنها آن چیزی که غذا حساب میشود یا دوا حساب میشود، یعنی بدن را نمو میدهد، یعنی بدن را کلان میکند یا ویتامین یعنی یگان چیزی فایده آور میبخشد، تنها آن چیزها به داخل شدنشان روزه میشکند. نه چیزهایی که برای انسان همچون غذا یا دوا استفاده نمیشود به مانند سنگ و خاک. اما دیگران میگویند که نه، سنگ و خاک هم اگر به جوف رسد چی حساب میشود، یعنی شکست قطع کننده روزه حساب میشوند. هر دوی قول وجود دارد. خب اکنون وقتی که به صورت داخل شود که در فقه معتبر هست. اکنون میگوید عمدن او خطأ، یعنی خواه قصدن باشد یا از جهت خطا. اما در اینجا در احکام فساد یا اینکه گناه حساب شدن، بین این دو چیز فرق هست که شاید بعدتر بیان شود. یعنی قصدن کردن خودتان میدونید که این گناه دارد، حتی کفاره دارد. خطا کردن یعنی اگر تنها خطا باشد قضا کردن روزه لازم می شود اما گناه نمی شود. و اگر تماما نه عمدن باشد نه خطا باشد بلکه سهوا باشد، یعنی از جهت فراموشی باشد، در آن حالت حتی روزه انسان هم نمیشکند. اما تفصیلات این می آید. بطنن در اینجا می گوید خواه درونی بدن باشد یا آن مکانی که برایش حکمی درون هست. خب مراد از باطن جایهای داخلی بدن هست که رسیدن چیزی به آن در روزه تأثیر دارد. و مراد از آن چیزی که در حکم باطن هست یعنی جایهای هست که خود جوف نیستند، معده نیست، ولی در بعض احکام مثل جوف حساب می شوند. خب و تفصیلات این هم می آید که یعنی ما له حکم الباطن یعنی چی. حاضر من کمی اشاره می کنم. مثلا حلق یا اینکه مثلا بعضی دیگر مکان‌های هست که اگر از آنجا خوراک یا دوای یا نوشابه داخل شود، گرچندی که به معده نمی رسد اما چون که در داخلی بدن داخل شد و به یک مکان رسید که آن هم در همان حکم معده حساب می شود، در آن حالت هم روزه رو می شکند. که من برای شما یک مثال دیگر در اینجا دادم با مانندی حلق یا اینکه روده ها اگر از پشت یعنی شرمگاهی پشت دوبر اگر چیزی داخل کرده شود
چی دوایی باشد چی آبی باشد و چون که به معده میرسد به آخر معده میرسد از طرف پشت، این هم یک جوفی معتبر حساب می شود، یعنی یک مکان داخلی بدن که با رسیدن چیزی در آن روزه میشکند. و این چونین از شهوت فرج، البته این هم واضح هست، یعنی خود را از شهوت فرج باید نگاه دارد، یعنی مراد از این جیما و آن چیزهایی هست که در معنای آن داخل می شوند. و ذکر این قسم برای آن است که روزه تنها ترک خوردنی و نوشیدنی نیست، بلکه این هم در درونش داخل هست. و بنیت یعنی روزه به نیت صحیح نمی شود. پس اگر کسی تمام روز چیز نخورد ولی نیت روزه نداشته باشد، روزه حساب نمی شود. من اهلیه یعنی نیت از کسی باشد که اهلی نیت و سزاواری عبادت باشد یا سزاواری عبادت است، مثل مسلمانی عاقل. پس مثلا کسی که عقلش بیرون شده باشد یا کسی که مثلا اهلی تکلیف نباشد یا خرد باشد یعنی نابالغ باشد، اینها اهلی نیت حساب نمی شوند. خب و تفصیلاتی این هم زیادتر و بیشتر می آید. اکنون می گذاریم به سبب واجب شدنی روزه رمضان. سببش چیست؟ در اینجا مؤلف می گوید به یک یعنی به یک موضوعی کمترک دیگر داخل می شویم. سبب وجوب رمضان، سبب واجب شدن رمضان چیست؟ شهود جزء منه و کل یوم منه سبب لادائه. میگوید که سبب واجب شدن روزه رمضان دیدن قسمی ماه رمضان هست، یعنی شهود یعنی مشاهده کردن حتی یک جزئی ماه رمضان هست. و کل یوم و هر روز از آن سبب ادای روزه همان روز می باشد. و هر روز از آن یعنی هر روز رمضان سبب هست برای ادا کردن روزه همان روز. سپس حکم روزه را میگوید که حکم روزه خودش چیست. میگوید و هو یعنی الصوم و هو فرض، روزه فرض هست، اداء و قضاء، هم از جهت ادا کردن و هم از جهت قضا کردن. یعنی اگر کسی روزه را در همان روزی که روزه واجب شده است، همان روز رمضان اگر بگیرد، این را ادا کردن حساب یعنی نامیده می شود. و اگر کسی روزهش رو نگرفت، مثلا معذور بود، می تواند که این روزه رو دیرتر بگیرد و این رو چی می نامیم؟ قضاء. خب این است اداء و قضاء. وقتی که همان عبادت رو در وقتی اصلیش ادا کردی، این رو اداء گفته می شود، ادا کردن. خب به تاجیکی هم ادا چون که میگویم این همون کلمه هست. و اگر در یکان عبادت رو در همون وقتی اصلیش مقرر کردهش اگر کسی ادا نکند و بعدتر قضا بدهد، خب این رو قضاء گفته می شود. و الحمدلله در زبان فارسی تمام این کلمه ها از عربی گرفته شده است. علی من اجتمع فیه اربعه اشیاء. و همین که این رو فرمود و گفت، سپس میگذرد به یک مسئله دیگر. میگوید بالای آن یعنی فرض هست بالای آن شخصی که در آن 4 چیز جمع شده باشد. یعنی از اینجا میگذرد به کی هست اهلی روزه، یعنی کی هست که باید روزه بگیرد. کسی که 4 شرط را پوره کند. اسلام یعنی مسلمان باشد، عاقل باشد، بالغ باشد. و چهارم والعلم بالوجوب لمن اسلم بدار الحق او الكون بدار الاسلام. علم داشتن یعنی آگاه بودن از وجوب یعنی از فرض بودن. در اینجا بعضا کلمه وجوب به معنای همون فرض استفاده می شود، یعنی از ضروری بودن، از حتمی بودن. یعنی چی؟ یعنی فرض از حتمی بودنی روزه، از حکم روزه یعنی آگاه بودن. لیمن برای شخصی که اسلام آورده باشد در دیاری حرب، در ملکی کفر، یا اینکه خودش در دارالاسلام بودن. خب این چی معنا دارد؟ گوش کنید. کافر در دنیا به ادای روزه امر کرده نمی شود. کسی که کافر هست عموما برای عبادت ها امر کرده نمی شود. شاید شما با این برای شما کمترک عجایب معلوم شود، اما عموما کفار یا کافران با آنها عبادت ها خطاب کرده نمی شود، چون که در مرحله اول برای آنها تنها یک حکم هست که ایمان بیاورند. هر وقتی که ایمان آوردند، بعد آنها اهل اسلام حساب میشوند و تمام احکام برای آنها فرض و واجب و غیره میگردد. اما تا وقتی که اسلام نآورده باشند، آنها مخاطبی
احکامی شرعی نیستند. پس اگر کافرم روزه بگیرد روزش یعنی همچون روزه قبول نمیشود، نماز بخواند قبول نمیشود همچون عبادت، چون که برای آنها این چیزها عالی فرض نیست. آنها اهل دعوت هستند، باید اول دعوت رو، توحید رو یعنی عقیده رو و اسلام رو، کلمه رو باید یعنی قبول کنند. فهمیدید؟ پس این شد یک نقطه. و کسی که مثلا والعقل، کسی که از یعنی عقل نداشته باشد، عقلش بیرون باشد، این شخص هم مکلف نیست، شخصی تکلیف نیست، یعنی برایش تکلیفی یعنی عبادت و دین نیست. والبلوغ یعنی کودک، برایش روزه فرض نیست، اما برای عادت دادن یا اینکه برای تربیه امر کرده می شوند تا جای طاقتشان، یعنی اگر طاقت داشته باشند، توانایی داشته باشند، کم 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 برای تربیه. این نقطه جدا هست. اما از جهتی آیا فرض هست، آیا گناهگار می شوند اگر روزه نگیرند؟ نه، چون که برای آنها امر کردن نمی شود، آنها بالغ نیستند. اکنون درباره علم داشتن و آگاهی، این برای کسی است که نه مسلمان شده باشد، اسلام را قبول کرده باشد و ممکن است که احکام را نداند. از همین سبب است که میگوید لمن اسلم بدار الحرب او الکون بدار الاسلام، یعنی اگر شخص در دار الحرب باشد، یعنی در ملک کفر یا ملکی که بین آنها، بین همان ملک و بین ملک مسلمان ها یگان خیل عهدی امنیت یا عهدی امن نباشد، یعنی آنها در بین این دو ملک امن نیست، یگان خیل عهد نیست، اتفاقیت نیست، بلکه آنها در حالت گویا حرب یا جنگ هستند، چی همان لحظه جنگ کرده باشند یا اینکه تنها در همان حکم جنگ باشند. خب اگر کسی در دارالحرب مسلمان شود، عموما اگر تصور کنید در زمانه های قدیم مخصوصا وقتی که اینترنت و غیره نبود، در آنجا احکام اسلام پهن نیستند و محیط علمی هم وجود ندارد، شاید امکانیت داشته باشد که واجب بودن یا فرض بودنی روزه به او معلوم نباشد. در این صورت تا وقتی که حکم به او نرسد عذر دارد. اما اگر کسی در دارالاسلام باشد، در ملک مسلمان باشد، یعنی جایی که شعائر اسلام، مساجد، ماه رمضان و احکامی یعنی بین مردم، احکام اسلامی بین مردم اگر معلوم باشد، اصل حکم یعنی ظاهر شمرده می شود. بنابراین عادتا جهل عذر قوی حساب نمی شود، زیرا امکانیتی دانستن وجود دارد در دارالاسلام. اما این تقسیم زیادتر مناسبتر هست برای زمانهای قدیم، وقتی که اینترنت و غیره نبود و علم و شعائر اسلام و خود مسلمان ها هم در تمام ملک ها پهن نشده بودند. در این زمانه یعنی مراد از این تقسیم امروز بیشتر چی هست؟ رسیدن علم و معلوم بودن احکام هست، نه تنها نامی کشورها دارالاسلام و دارالحرب. حتی بعضی علما حتی میگن که در این زمانه ما دارالاسلام و دارالحرب میگفتنی چیز نیست، یعنی این دیگر مسئله هست. یا اینکه دارالاسلام و دارالکفر چطوری که بعضی ها تصور میکنن که ملکی که مثلا پرزیدنتش یا اکثر مردمش مسلمان باشد این ملک مسلمان حساب میشه، و ملکی که همون پادشاهش یا پرزیدنتش کافر باشد و اکثر مردمش کفر باشن یعنی دارالحرب حساب میشن. این گونه نیست. این از ضعیف، از فهمیش ضعیف یعنی میبراید. برای فقه جهاد و برای فقه دارالحرب و دارالاسلام دانستن هم این به حد تفصیلات زیاد دارد. خب به هر حال این دیگر مسئله است. اما مرادش چی هست یا مقصدش چی هست در این زمانه؟ فهمیدن احکام و معلوم بودن حکم روزه هست، نه تنها دارالاسلام و دارالحرب. پس اگر هر جایی که انسان از احکام شرعی اگر کاملا دور مانده باشد، حکمش به حالتی عذر نزدیکتر هست و هر کشور و هر جایی که احکام مشهور و دسترس باشد عذر ضعیفتر می شود. اگر انسان در دولت‌های اروپا هم باشد یا در دولت‌های غرب هم باشد، اما در آنجا مساجد هست، یعنی علم هست، دارالعلم ها هست، مدرسه ها هست باشد، اینترنت باشد، یعنی هر خیل حلقه های علمی باشد، پس انسان اگر در آنجا مسلمان شود عذر ندارد، چطور نمیداند یعنی احکام شرعی را. اما بعضا سبحان الله اگر فکر کنید در این زمانه که ما حاضر قرار داریم، در بعضی کشورهای مسلمان
در قریه ها از سبب بعض یعنی چخل گویم یعنی قاعده ها یا قانون های رسمی و غیره، در بعضی قریه ها حتی اسلام نمیرسد، چون که شواهد اسلام نیست، ممانعت هست، مساجد، مدرسه ها، علم نیست. پس این وابسته به این نیست که دارالاسلام و دارالکفر، وابسته به این هست که آیا مساجد و علم و شریعت آیا دانسته می شود یا نه. خب این وابسته به این هست. خب بعدا میگذاریم، یعنی گپ ها به حد زیاد هست سبحان الله، اما ما ادامه میدهیم. یشترط لوجوب ادائه، چی شرط هست برای واجب شدن ادا کردنش، یعنی شرط های واجب شدنی ادا. این گونه شما عنوان بگذارید در دفترهای خود. برای واجب شدن ادای روزه این چیزها شرط است: الصحة من مرض و حید و نفاس، صحت و سلامت بودن از بیماری ها و پاک بودن از حیض و نفاس، یعنی دوم پاک بودن از حیض، سوم پاک بودن از نفاس. و الاقامت، در اینجا می بودید میپرسیدم که اقامت یعنی چی. این یعنی برای شما باید فهمو باشد، چون که ما از یعنی از باب مسافر گذشته بودیم، از نماز مسافر و غیره. اقامت یعنی مسافر نبودن، چون که اگر انسان مسافر باشد حکم روزه فرق میکند که تفصیلاتش میآید. در این قسمت کمی توضیح میدیم. در اینجا مؤلف بین اصل واجب بودن روزه و واجب بودن ادای فوری فرق میکند. یعنی ممکن هست، یعنی امکانیتش هست که روزه در اصل بر شخص لازم باشد، اما در ادای آن در همان روز موقتا لازم نباشد. پس اگر شخص مثلا بیمار باشد که این گونه بیماری که نه فقط یعنی بیماری کم که سرم درد میکند یا پایم درد میکند، نه، بیماری که روزه برایش ضرر داشته باشد و چگونه انسان میتواند این را بفهمد یا یعنی این گونه بفهمد که روزه برای من ضرر میرساند. برای این هم طریقه ها هست، دو سه طریقه هست شرعا. دکتری مسلمان برایت بگوید، یک شخص یا از تجربه شخصی قبلا تجربه برایت شده باشد و غیره و غیره. این گونه همین دو طریقه را حاضرش برای خود بگیرید، یعنی برایش ضرر داشته باشد. یا مثلا مسافری شرعی باشد، مسافری شرعی رو شما باید بدانید. خب میتواند که آن روز روزه نگیرد و بعدتر در یک روز دیگر قضا کند، یعنی در این حالت روزه از ذمه‌اش نمیافتد، تنها به وقتی دیرتر میگذرد. همچنین زنی که در حالتی حیض و نفاس باشد، در آن حالت روزه نمیگیرد. خب و حتی گرفتنش هم صحیح نیست. این هست فرق بین کسی که بیمار باشد یا مسافر باشد و کسی که حیض و نفاس داشته باشد. حیض و نفاس داشته باشد حتی روزه هم بگیرد نمیشود، بعد از پاک شدنش باید روزه‌اش را قضا کند. خب یشترط لصحة ادائه ثلاث. خب یک چیزی که در فکرم حاضر می آید که شاید بین شما سوال خلق شود، باز هم به تفصیلاتش داخل شده نمیتوانم، اما بعضا زنها میپرسند که حامله داری و یعنی شیر دادن در وقتی زنی که شیرده باشد یا دیگر فهمیدید یعنی مرضعه باشد، در همان 2 سالی شیر دادن باشد، قرار داشته باشد، حکمش چیست؟ ببینید اصلا حکمش وجوب روزه هست، یعنی که اصلی حکم همین است که زنی حامله باید روزه بگیرد، زنی شیرده باید روزه بگیرد. فرق یا اینکه استثناء تنها در آن وقت هست که اگر بداند که برایش چی برای خودش باشد، خودش، صحتش، بدنش یا برای طفلش ضرر میرساند. وقتی که احتمالی زیاد باشد برای ضرر رسانیدن یا اینکه ضعیف شدن یا بیمار شدن یا ناتوان شدن خودش یا طفلش، اگر این گونه احتمالات باشد یا حتی تجربه کرده باشد، یا اینکه دختری عادل، یعنی دختری نباشد که بداند که کفر باشد یا کافر باشد و پروا نکند، یا اینکه دختری درست نباشد، دختری متخصص نباشد و برایش این گونه نگفته باشد. اگر دکتر گفته باشد یا به خودش تجربه شده باشد یا الکی بیمار باشد و ضعیف باشد، پس این سبب ها برایش اجازت میدهد از جهت شرعی که وقفه کند. خب مثلا زن چی میتواند بکند از جهت عملی پرکتیکا؟ مثلا من هم همین گونه کرده بودم، یعنی خودم شخصا هر زن باید
وجودش رو، نفسش رو، بدنش رو، صحتش رو به نظر بگیرد. من به حد انسانی ضعیف هستم. خب اپای امینه در عمر قدیم بودک، در آنجا من رو هم دیدک و هم سبحان الله اینقدر یک اپا و یک مادری یعنی خوب و یعنی غمخواه سبحان الله بود همرایم در عمره و در آنجا سبحان الله در مسجد نشسته بودیم، در رمضان بود. برایم در وقت افطار چی می آورد؟ نان، قطی خیار یعنی بودرینگ در درون نان پیچانده برایم می آورد سبحان الله و می گفت بخور. می گفت که یعنی شما ضعیف هستید، شما باید بخورید، شما باید صحتتون یعنی از صحتتون باید نگاه بینی کنید. الله جزای خیرشان بدهد. هیچ وقت این خاطره ها و این لحظه های زیبا و خوش را من فراموش نمی کنم سبحان الله. به هر حال هر یک انسان باید یعنی از خودش واقف باشد و با خبر باشد. اگر انسان خودش الکی ضعیف باشد و حامله دار باشد، باید به خود یک بار تجربه کند، کم ترک مشوره کند با بعضی خواهران، با دختران، با یعنی نرس ها. بعد خودش رو به نظر بگیرد که صحت خودش الکی چخلی هست، آهنش و غیرش، ویتامین هایش چگونه هست. بعد اگر خواهد یک روز تجربه کند، یک روز رو آغاز کند تا اینکه به تجربه فیصله نکند. من همین خیل کردم. من یعنی سبحان الله در وقت رمضان حامله دار که بودم، آخران رمضان نه اما رمضان پیش از آن، آخران رمضانی که همین سال گذشت، من الحمدلله روزه گرفتم. شیرده بودم اما الحمدلله چون که روزها کوتاه‌تر بود، من خوب در سحر خوراک میخوردم، شیرم میرسید به دخترچه‌ام. اما پیش از آن حامله بودم و به فکرم در همان 4 ماه اول یا اینکه در 4 ماهگی 5 ماهگی، چون که قرار داشتم به دل به حضوری بی‌ضبط داشتم. اگر یگان چیز خوش رو نمیخوردم یا یگان چیزی قاق و نان خیلی یگان چیزی قاق و خشک اگر نمیخوردم، ژلودکم یعنی معدم قرار نمی گرفت. اما من پیش از رمضان نیت کرده بودم، نیت بسته بودم که من روزه میگیرم ان الله که بخیر می شود. اما یکم روزی که روزه گرفتم، به حد پرتافتنم، دل بی‌حضوریم زیاد و زیاد شد و حالتم به حد وخیم شد، بی‌ضبط شد. همون آبی که هم میخوردم در معده‌ام قرار نمیگرفت، چون که گشنه بودم، هم ضعیف بودم، هم سردردی داشتم. برای همین بود که من گفتم نه، این من نمیخواهم که به نسبت خودم، به نسبت نفسم و به نسبت یعنی طفلم ظلم کنم و من حق این را هم ندارم. طفلم باشد، وجود و جسم خودمانم باشد، صحت خودمانم باشد، تمام این چیزها امانت هست از جانب الله سبحانه و تعالی. پس ما باید این امانت ها رو باید خوب نگاه کنیم. وقتی که الله سبحانه و تعالی برای ما رخصت میدهد، پس دینداری و تقوا این نیست که به خود ظلم و ستم کردن که من پرهیزگار هستم یا من با تقواتر هستم. نه، این گونه فکر و مفکوره درست نیست. بلکه وقتی که اسلام برای ما رخصت میدهد، آسانی میدهد، آن آسانی رو ما میتوانیم که استفاده کنیم و بعدتر قضا کنیم. پس چون که به من با همان یکم روزی روزه گیریم تجربه شد، بعد من به فکرم همان روز رو به انتها رساندم و 29 روزی دیگر یعنی روزه نگرفتم و سپس الحمدلله زمستان شد و روزه هایم رو گرفته توانستم الحمدلله. پیش از این 2026 رمضان 2026 الحمدلله بعد روزه های 2025 رو تمام کردم و 2026 تا روزه هام رو گرفتم. این است یعنی من برای چی مثال خود رو برای شما دادم، نه برای آن که درباره خود یعنی سخن گویم، بلکه برای آن که برای شما یک از جهت عملی یک مثال رو پیش کنم که هر یک انسان باید تمام شرایط و تمامی یعنی حالت های خود رو باید به نظر بگیره. شاید بعضی ها قوی باشن، شاید بعضی ها یعنی به فکرم وقتی که در عمره بودیم، در اونجا اپای حمیرا هم با ما بودک الحمدلله. و به فکرم که اپای حمیرا نقل داشت، یعنی خطا نکنم که به فکرم 3-4 طفل دارد، 4-5 طفل دارد و به فکرم گفت که در هر یک کدامش روزه گرفته توانست یا در همان سال هم یا همون وقتی که ما در عمره بودیم با اپای امینه و با اپای حمیرا هم در همون وقت حامله دار بود، من هم حامله دار بودم. پس همونجا به فکرم اپای حمیرا چی بود، روزه دار بود و گفت که یعنی روزه گرفته میتواند با اطفالش، با کودکایش. پس هر یک انسان از دیگر انسان فرق میکند. باید یک شخص خود را از دیگران کم حساب نکند از سبب نتوانستنش، چون که هر یک انسان یک خیل نیست، قوت و صحتش یک خیل نیست. خب
و هدف ما خودنمایی و هدف ما رضا کردن و راضی کردن دیگران است. هدف ما و نیت های ما خالص برای الله سبحانه و تعالی هست. الله سبحانه و تعالی واقف و میداند بهتر که در دل های ما چیست. پس این است یک مثال برای شما. به هر حال اکنون میگذاریم به و یشترط لصحت ادائه. برای صحیح شدن روزه فلان چیزها یا این چیزهای بعدی چی هست؟ شرط هست. یکم نیت. برای درست شدن روزه نیت لازم هست. دوم والخلو عما ينافيه من حیض و نفاس. پاک بودن از حیض و نفاس. و عما یفسده و اینچنین خالی بودن از آن چیزی که روزه را میشکند. خب ولا یشترط الخلو عن الجنابه. اما برای توضیح در اینجا مؤلف میگوید که اما شرط نیست، یعنی پاک بودن یا اینکه خالی بودن، من این رو برای شما فهمیدم، یعنی پاک بودن از جنابت شرط نیست. خب من این رو باید برای شما واضح بسازم. پاک بودن از جنابت شرطی صحیح شدنی روزه نیست. پس اگر شخص شبانه جنوبی شود، چی زن باشه چی زن باشه، چی مرد باشه چی زن و شو یعنی، و پیش از غسل اگر نمازی فجر یا وقتی فجر درآید، روزش درست هست. روزه هر دوشون درست است. یعنی روزه بگیرد، خب روزه بگیرد، سحری خود را سحوری خود را بخورد، خب و در حالت جنابت قرار گیرند و فجر داخل شود، اما تا حال غسلش را اگر نگرفته باشد باز هم روزش قبول می شود. یعنی باید میتواند که غسلش را دیرترک بگیرد. یعنی برای او لازم است که بعدتر، مثلا برای نماز فجر، عموما برای نماز فجر که باید یعنی وضو بکنیم، طهارت کنیم، در این حالت غسلش را میگیرد و این یعنی روزش باطل نمی شود. دلیل این مسئله بهت روشن هست. حدیث صحیحی از ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها و ام سلمه رضی الله عنهما است که فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را فجر در میافت، یعنی که نماز فجر در آن وقت پیداش میکرد یا میگرفتش در حالی که از نزد اهلش جنوبی بودند. سپس یعنی بعد از داخل شدن نماز فجر غسل میکردند و یعنی روزهشان را میگرفتند. خب این در صحیح البخاری حدیث 1926، صحیح مسلم 1109، یعنی حدیثی متفق علیه است. و این حکم هم در رمضان هست و هم در غیر رمضان. یعنی تأخیر غسل تا بعد از طلوع فجر اگر پیش از یعنی نماز فجر باشد و غیره، یعنی بر روزه ضرر نمیرساند. اکنون میگذاریم به رکنه. میگوید و رکنه، رکنی روزه چیست؟ الکف عن قضاء شهوته البطن، یعنی چی هست که روزه را قائم نگه میدارد؟ الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما. خب یعنی خودداری از قضا کردن، یعنی از پورا کردن شهوتی بطن، شکم بگویم یا اینکه معده بگویم یا اینکه داخل بگویم، والفرج و شرمگاه و ما ألحق بهما و آن چیزی که در حکم آنها هست. خب آن چیزی که در حکم آنها هست، این من به این اشاره کردم الکی، آن مکانهای بدن که داخل حساب می شوند گرچه که معده نباشند. یعنی تنها بر رسیدن غذا به معده روزه نمیشکند، بلکه بعضی وقت غذا و آن چیزهایی که به مانند غذا هست وقتی که به دیگر شکافهای بدن برسد در آن وقت هم روزه میشکند. و این مکانها کجا هستند؟ تمام این مکانها رو در از نگاه فقهی چی گفته می شود؟ الجوف. جوف یعنی درونی، شکافی، یعنی معده عموما می باشد. خب اگر بیادتان باشد در تجوید جوف الفم، یعنی مابینی دهان، خب چقوری دهان، شکافی دهان. خب جوف در اینجا چی معنا دارد؟ قول مؤلف فی معناهما، خب و ما الحق بهما در اینجا یعنی آن چیزهایی که در حکم آنها هستند. از همین سبب است که در که نزد فقهای حنفی تنها خوردن و نوشیدن نیست، تنها خوردن و نوشیدن سببی شکستن روزه نیست، بلکه هر چیزی که قصدن به جوف یا به جایی که حکم جوف دارد اگر رسانده شود آنها هم روزه را میشکنند.
جوف در کتاب‌های فقه به معنای داخلی بدن هست، مخصوصا جای‌هایی که درون میرسد و بعضی مکان‌ها و جای‌هایی که جوف حساب میشوند. اولا حلق، یعنی که از دهان به حلق اگر طعام خوراکی یا آبی رسد به حلق یکم جوف هست. خب یعنی از درون دهان چیز میتواند داخل شود و اگر به حلق رسد، اگر به زبان رسد، به کم رسد، به بیره ها رسد، این روزه رو نمیشکند گرچه که کراهت دارد. یعنی که اگر کسی روزه‌دار باشد زبنای پسته، زیاد مردم سوال میکنند درباره زبنای پسته، خب یعنی مایه دندانشویی، این روزه رو نمیشکند اما کراهت دارد چون که انسان روزه خود را به فاسد شدن یعنی تقدیم میکند، پیش میکند، برای همین کراهت دارد. پس اگر انسان پیش از آن که وقتی روزه گیری یعنی فجر داخل شود دندان خود را دهان خود را بشوید بهترین هست. خب و اما یک مثال دیگر میدیم، اگر کسی مثلا روزه‌دار باشد و آب را در دهان خود گرفته توف کند، روزه‌اش نمیشکنه چون که آب به جوف معتبر نرسید، به درون رسید اما به جوف معتبر یعنی به شکافی یا به خالیگی یا به درونی معتبر نرسید. دهان جوف نیست، حلق جوف هست. دیگر مکان هست بینی، چون که بینی به حلق میرساند. خب برای همین است که در وقت وضو کردن برای روزه‌دار مبالغه کردن یعنی زیاد کشیدن آب به بینیش، به بالای بینیش در آبکشی بینی، این کراهت دارد. اکنون دیدید که چخیل این مسئله رو فهمیدن اون مسئله رو روشن‌تر میکند و چخیل انسان و شاگرد باید صبر داشته باشد، چون که هر یک باب علمی بعدی یک باب قبلی را، یک مسئله قبلی را روشن‌تر میکند. خب و دیگر هست قبول و دبر، پیش و پس، شرمگاهی پیش و پس. خب در اینجا اگر به یادتان باشد در درس‌های و در برنامه رمضانی که در برنامه رمضانی که داشتیم سال 2025 به فکرم بود من برای شما یک مسئله رو فهمانده بودم و این چنین در گروه ما به حد گفتگو شده بود در همین مسئله. من دوباره روان میکنم که شما بخونید. یک کس پرسیده بود در مسئله درباره این مسئله که اگر از شرمگاه زن چیزی داخل کرده شود، دوا و غیره باشد، مخصوصا برای تبابت کردنی حامله‌داری یعنی اوویلاسیون و غیره، آیا روزه رو میشکند یا نه. من برای شما فهمونده بودم یک نقطه به حد باریک رو من برای شما فهمونده بودم. در کتاب به حد خوب گوش اندازید. در کتاب‌های فقه حنفی، فقهای حنفی متقدمین یا قدیم، یعنی فقهای حنفی که در زمانه‌های اول آمده بودند، در صدی‌های اول، آنها از دکترها، از طبیب‌ها چنین شنیده بودند که شرمگاه زن به معده میرساند. خب یعنی از سیستم ریپرودکشن، خب نمیدانم به روسی چه میگوین، من به انگلیسی میدانم، کوشش میکنم که به روسی پریوادش کنم، خیلی شما میدانید از reproductive system که میگویم، از ریپرودوسیا میگن، سیستم ریپرودوسیا یا همون گویم از سیستم حامله‌داری یا حامله‌دار شدن. خب از جهت بیولوژی سخن کرده ایستادم. آن سیستم زن که برای حامله‌دار شدن عمل میکند که ما ریپرودوسیا میگوییم، خب آن سیستم به سیستم معده راه ندارد. خب در اصل راه ندارد، اما فقها طبیب‌های صدی‌های اول در این گمان بودن و در این اندیشه و فکر بودن که از شرمگاه زن، از همان گویم معبل به رحم یعنی به بچه‌دان و به روده ها و به معده یعنی جای هست، راه هست. و چون که طبیب‌های صدی‌های اول این گونه میگفتن، فقها از همان طبیب‌ها سوال کرده بودند. پس فقهای حنفی اولین این فتوا رو میدادن که اگر مایع یا دوا یا خوراک یا هر چیزی که باشد اگر از شرمگاه زن اگر داخل کرده شود، خصوصا در وقتی طبابت و غیره، روزه رو میشکند. اما فتوای زمانی حاضره دیگر شده هست، چون که این فتوا بر قول طبیبان بنا بود و چون که طبیب‌ها بهتر و
روشنتر بیولوژی را و سیستم بدن ما را بهتر میفهمند. اکنون این فتوا تجدید شده است و روشنتر و بهتر شده است. پس فتوا یکم نسخ شدگی هست یا بیکار شدگی هست. پس فقهای حنفی زمانه حاضر میگویند که از معبر زن، یعنی از رحمدار و بچه‌دان و غیره، از سیستم ریپرودوکسیا به روده ها، به معده مکان و راه نیست و همین هست درست. خب اگر شما خوب تحقیق کنید، اگر کسانی که دکتری را و بیولوژی را، علمی بیولوژی را اگر خوب بدانید، من علمی بیولوژی را یعنی در مکتب میخونیم، بیولوژی و کمیستری و غیره، یعنی سیستم ها رو میخونیم که یعنی بعضی سیستم ها یا بعضی مکان های بدن ما برای هضم مثلا کار دارن که این رو گفته میشود سیستم دایجستشن. خب هضم کردن، سیستمی هضم کردن. بعضی جایهای بدن ما برای تولد کردن یا حامله شدن یعنی ساخته شده است که این رو ریپرودکشن میگویند. بعد استخوان ها و سکلتون ما این رو میگویند سکلتال سیستم مثلا. خب امیدوارم که تمام شاگردانی که هم روسی گپ میزنند و هم دری گپ میزنند و هم تاجیکی گپ میزنند، همه شما من رو انشالله که درک کردید باذن الله. پس در این حالت هدفم چیست؟ فتوای حاضر این است که از معبل، از شرمگاهی، یعنی از پیش، از در اینجا گفته است که در اینجا گفته است که فرج. خب نه در اینجا نبوده. در کجا بودیم؟ سقوط واجبی لوشتاتون خلوج جنبی ورق نگو بخشش کجا بودیم در اینجا؟ خب نه من خودم یک چیز رو میفهموندم که از قبول راه نیست. پس قبول جواب معتبر نیست. پس اگر زن خلاصش چی شد؟ اگر زن طبابت یا دوای یا تری یا مایع را اگر از یعنی قبول، یعنی از پیش اگر داخل کرده شود، در وقت روزه‌داریش روزه را نمیشکند. اما برای احتیاط زنها کوشش میکنند که در وقت روزه‌داری این گونه طبابت ها را، این گونه اگزامینیشن ها را نگیرند. پس این بهتر میشود. اما از جهت فتوا روزه را نمیشکند. اما پشت، شرمگاهی پشت، البته که به روده ها پیوست هست. روده های کلان هست، اینتستین گفته می شود، اینتستین های کلان، اینتستین های خرد. خب بله، اینتستین های خرد و کلان، این تمام این اینتستین ها یعنی به دوبر راه دارد، به دوبر پیوست هست و اینتستین ها به معده، یعنی به خودی همون معده، جوف پیوست هست. این تمامش سیستمی هضم هست. پس در این حالت دوباره اگر به پشت مایع یا انگشتی تره یا دوای داخل کرده شد، روزه رو میشکند. یعنی پشت جوف معتبر هست، حلق جوف معتبر هست، روده ها جوف معتبر هست، بینی چون که به حلق میرسانه جوف معتبر هست. خب و این چونین اگر زخمی باشه در بدن، شکافی باشه در بدن، مثلا فکر کنید از همه خیل از بالای پوست در پیشی روده ها یا در پیشی خودی شکم، اگر همین خیل از بیرونی بدن زخمی کرده شود کسی و از درونی همون زخم آب داخل شود، چیز داخل شود، در این حالت هم چی حساب می شود؟ این زخم جوف معتبر حساب می شود. و در این مسئله زیادتر تفصیلات هست، اما من در همینجا بس می کنم. خب اکنون ما باید که 2 صحیفه رو میگذاشتیم، اما همین آخران جمله رو میگویم و سبحان الله باید در همینجا وقفه کنم. از درس آینده زودتر میروم. تمام این تفصیلات رو من باید کم کنم. حکمه سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة. یعنی اینجا حکم گفته است، اما در اصل این باید حکمت باشد، چون که حکمش را الکی گفته است در این بالا. حکم یعنی حکمش را گفت و هو فرض. این است حکم. خب من در اینجا روشن برای شما می نویسم که در اینجا این هست. خب کمتر کلام کنم. در اینجا هست بسم الله حکمه. خب حکمه خب به هر حال این شد حکمه. خب کمی میچسبد و در این پایان که هست این هست حکمته. این را حکمه میگویم.
یعنی حکمتش چیست؟ خب در اینجا می نویسم حکمتو. خب این است سکون. خب حکمتو و این است کسره و این است خط. حکمتش چیست؟ سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة، یعنی ساقط شدنی وظیفه یا ساقط شدنی واجب بودنی روزه از ذمه، یعنی از شانه انسان، شانه های انسان، و ثواب فی الاخره و ثواب به دست آوردن در آخرت. خب یعنی این هست حکمت یا اینکه ثمره روزه گرفتن. هم فرضیت رو از خود ساقط میسازی و هم ثواب میگیری در آخرت. این از حکمتش. در همین جا انشاءالله درس رو میگذاریم. سبحان الله، یک صحیفه رو در 1 ساعت درس دادم. عذر زیاد، اما بعضا لازم هست تا اینکه شما درک کنید که این مسئله ها به حد یعنی تفصیلات دارد. از درس آینده باید کوشش کنیم که هم این صحیفه رو و هم 2 صحیفه دیگر رو گذاریم. این صحیفه بعدی اونقدر وقت رو نمیگیرد، برای همین امکانیت دارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.